یارا چیه روسی بود و شب از دگاه نکنی تنها بکشین چیز است یا ضربی نیست خواهیدان ما برم نگه دم تا خودم اندازم بیشی قصه روسی بیشی قصه میکنی بیشی که قصه ارشم خیلی صبح رخصت از این تا 3 بجه خوشی اتاق بار پدر زیار روسی والا نالته چی یک رقم میمان نوازی کردن چی رقم میمان نوازی کردن بیشرف عروس این سیت طلا و پدرش یک رقم پدر نالت داخل مجلس آمده بیشرفه که هیچ پرسان نکو چی کیک پس چی یک بیشرف کیک پس چی کیک جور کرده بعد پدر از دست نالت کوره جور کرده خود چطور رسی بابای چانیا خوب بودن سلام گفتم چقدر جالب شد اینجا آمدم افغانستان بسیار دقیقه بودم آرسی های خودم را دیدم خیلی خوشم آمد واقعا آوازخانش هم خوب بود واقعا لذت بردم از ای تو پدر نالت آوازخانی است که دمی روسی بره برای روسی از $6,000 $7,000 صرف میدان برش جمع میشه خاطر که پیسه زیاد میگیره پدر نالت گفت یک اشتکه بیوجدان است اشتکه بیوجدان تفلکه بیوجدان یک رقم پیسه چورکان یک طفل بچه شمره یک قندول پدر نالت اما سفید بیشرف این مادر بیشرف خود واره طبیل مانده جوان شده حالا سابقه قگک بود دیده بودمش در امریکا بود یک بیوجدان موتر آورده بودن یک بی پدر موتر کیره گل پوش کرده که در پیشروی زی یک دانه گل مانده نغمه ویلی یک وزه امی موتر پدر داره پدرش نالت کرده رئیس خواه کرلار پدرش از کرلار پدرش فلانکوچ است پدر شنتله من نشناختم کدامش بود اما پدر نالت بیوجدان دراز یک چارزانو میشینه این پدر نالت این بیشرف که تو بگو استاده است نفراره که شما یاد میکنین با داودشنام قدش جنگی هستین یا تعریف میکنین از اون چه قسم است باید پادر از این جنگ نالد تو از این جنگ از این بیشرف ما کجا خلاصی داریم یک گل فروش پیش دیگه گل فروش خیسته یک پدر نالت پیش دیگه پدر نالت این بیوجدان که می دانه بند کرده بری دانه زینی بکسه دبای سیواش دانه زیر اوسو کرده از این عروسی که بر من قصه کردم میرین احساس کردم که شما در گروه مخالف در عروسیش اشتراک کردید کلگی آدینس اونجا میمونایی که بوده کلش بدتان میآمده هر کدامش میگین پدر نالت بیوجدان همه چیزی که خوش ما به در رنگ ما بشینه رنگ ما در رنگ زو بشینه اونمون را اینمی تعریف از ما زن شوی از ما زن شوهر اینمی تعریف ما اینمی من گپ میزنم یک دقیقه مالی که دست چیرت میکنم بابا تو گفتم ولا پدرت بر دو چیر کده بکنه کدام بیشرف و بیوجدان که می برنج پخته کده بود یعنی میخوردی برنج میخورد یعنی از اینجا روغن حرکت میکرد پر این روغن کنجد از غردنی دیگ جنگ کردن این پدر نالتا که جنگ کردن ذائقه برنج اضافه کردن این دو زدن چی یعنی واقعی دو زدیم تو خود نزدیم این تکیه کلام ماست اما پدرت که در خارج است او پدر نالت که امام سنفی بود هر سال اول نمره گیره میگرفت خوشت نه هم رو پدر نالت گفته میره پیش روی کاکای رقم نکنیم بد است چرا چه خود تکیه کلام ما خوب شد من که خارج رفتم اونجا بابوی میشنم میگم کاکای مخالف یک پدر نالت اخلاق خوب داشتن یک پدر نالت مردم بودن یک پدر نالت قوم است اینا یک پدر نالت شب خوش گود نایت یک پدر نالت خو آمده سر من رخ ببش که من خو گرفته بسیار عادت خراب نیست که دین گپ زدن یکینا دو میزنین مثلا یا آشپز دو میزنین یا دیگر از دان ما بد گپ نمبره این میمان اذیت شد تو باش ما بفهمانش که ما خو سایکو جان کاکش جان کاک پدر نالت پدر تو با سلام بگویی